درود دوستان، فردا 18 اکتبر روز شنبه در آلمان لیگ اکتاگون مسابقه برگزار میکند و در این مسابقه ورزشگری نامدار تاجیک خورشید قهاروف که در آلمان زندگی میکند برای کمربند لیگ اکتاگون بر ضد ورزشگری برزیلیایی ایگور سیورینو مسابقه خواهد کرد. ایگور سیورینو 9 برد دارد و 1 باخت. خورشید قهاروف 13 برد دارد و 1 باخت و از اونم 9 بردش طریق نکاوت و قبل روسا دستراش نبردگی است. خورشید قهاروف راستا خیلی خوب جنگ میکند و حاضر در پرتر هم خوب است، در زمین هم گشتینی خوب میکند. باوری داریم که خورشید قهاروف صاحب کمربند لیگ اکتاگون میشود و دوستان خاطر رسان میکنیم که 2023 خورشید قهاروف در لیگ پی فی ال اروپا قهرمان شده بود و صاحب $100,000 و کمربند لیگ پی فی ال. خورشید قهاروف بهترین ورزشگر است و ما ان شاء الله باور داریم که چمپیونی قهرمان لیگ اکتاگون میشود و ما بزودی او را در لیگ یو اف سی میبینیم. دوستان خورشید قهاروف رو در کامنتاری ها دستگیری کنید، دعا کنید که او قهرمان شود. فردا در آلمان بگاه لیگ اکتاگون شروع می شود مسابقه و ان شاء الله که ما خورشید قهاروف رو در این لیگ قهرمان خواهیم دید. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من فردا حتما با شما خبر میدهم ورزش چی جوری گذشت و خورشید قهاروف چی طور جنگید. خدا یار و یاورتون.